سایز خب میتونیم این رو کوچیک‌تر کنیم. خب به این شکل همون 50 به نظر من کافیه. خب میریم سراغ استایل. استایل اینپوت منظورش ورودیه. خب ما از قبل ایران سنس انتخاب کردیم و دیگه انتخاب میکنیم. تکس کالرش رو کاری نداریم. بوردر سایز یک سایزی من اینجا میدم. بوردر ردیوس مثلا به این شکل 7-8 تا من میدم. خب میرسیم به قسمت دکمه. دکمه همون سفید میخوام باشه تکس کالرش، یعنی رنگ خود دکمه، و بک‌گراند کالرش رو من از این قسمت ببینم اصلا رنگی به اینجا ما فعلا اضافه نکردیم. خب من آبی میزنم. آیکون سایزش به این شکل میگم 20 تا خوبه. خب این عرض به این شکل 25 تا. خب به این شکل. خب هاورش رو ببینیم. هاور ببین اصلا هاور فعلا نمیگیره، اشکالی نداره. من تکس کالرش رو میام و مثلا قرمز میکنم و بک‌گراند کالرش رو یک حالت سبز میذارم به این شکل. از قسمت پیشرفته چیز خاصی دیگه نداره. این در حقیقت فرم جستجوی ماست. خب میام برای گزینه بعدی. گزینه بعدی در حال حاضر من از بالا قسمت یک سبد خرید رو انتخاب میکنم. میام پایین و ببینم. خب من اینو انتشار میدم، میگم اد کاندیشن و در تمام سایت میخوام این به نمایش داده بشه و اینجا دکمه سیو اند کلوز رو میزنم. کلا خارج میشم از این قسمت. به قسمت المنتور و المنتور منیجر میرم. در یک تب جدید این قسمت رو باز میکنم و از این قسمت میام و پیشخوان رو انتخاب میکنم. خب ما در حقیقت میخوام سبد خریدی که استفاده کنیم رو از این قسمت میخوام فعال بکنم. خب میام پایین‌تر. اینجا باید دنبال کلمه کارت احتمالاً بگردم یا همون سبد خرید. خب میام پایین‌تر. دکمه دسته‌ها، تصویر، تب‌ها. خب در حال حاضر ما ووکامرز رو نصب نکردیم، بر همین در این قسمت ما اصلا ویجت های ووکامرز رو نداریم. ادامه میدیم با لیست آیکون. این لیست آیکون رو من اضافه میکنم. اینجا 3 تا آیتم اضافه میشه. خب ما به این 3 تا آیتم احتیاجی نداریم. من
از این قسمت این رو حذف میکنم و این قسمت رو حذف میکنم به این شکل و این قسمت میزنم تماس و مثلا 0912 8888 مثلا 04 شماره تماسه و از این قسمت میام و دنبال آیکون فون میگردم به این شکل. خب این قسمت رو هم من حالا یا بالا مثلا 25 تاش کردم و این قسمت رو میارم وسط، این قسمت هم میارم وسط. خب این قسمت استایل میگم که را وسط چین باشه، جدا کننده نمیخواد چون اصلا جدا کننده نداره. ببینم این فاصله هم تأثیری نداره. خب این آیکونش مثلا میگم 20 تا، فاصلش به این شکل باشه مثلا 14 15 تا. چیدمان اینم وسط چینش میکنم. خب متن از این ور یک متن داریم تایپوگرافیه. خب ایران سنس رو من براش انتخاب میکنم، سایزش مناسبه، کاری باش ندارم. خب این هم این قسمت. خب یک قسمت دیگه ای هم که ما باید اینجا اضافه بکنیم، من میام از این بخش داخلی یک تکثیر میگیرم. خب کاری ندارم، این ستون رو میام و حذف میکنم، این ستون رو هم میام و حذف میکنم و ویژت اون رو هم حذف میکنم. ببینم خب این بخش داخلیه، این هم بخش داخلیه و این یک سکشن یا بخش اصلی. خب این از این قسمت این رو من تمام عرض میکنم، فاصله بین ستون ها رو بدون فاصله میذارم یا یک مقدار فاصله باشه. ارتفاعش رو کار ندارم، چینش عمودی کار ندارم، اوورفلوش رو مخفی میکنم، تگ HTML هم هدر میکنم. خب از این قسمت ما باید منوهامون رو بخوایم. خب در حال حاضر ما هیچ منویی نداریم چون هیچ فهرستی ما نساختیم. برای ساخت فهرست از این قسمت نمایش به قسمت فهرستا میایم. خب یک نام فهرست ما برای خودمون انتخاب میکنیم، منوی اصلی و فهرست رو ایجاد میکنیم. خب ما الان یک فهرست، یک منوی داریم به اسم منوی اصلی، یکی یکی منوهامون رو اضافه میکنیم. خب ما از طریق پیوندهای دلخواه یکی یکی منوهامون رو اضافه میکنیم. خب اولین منوی ما صفحه اصلی یا میتونه خانه باشه، ما اسمشو میذاریم صفحه اصلی و به جای ما لینکی در حال حاضر نداریم چون صفحه اصلیمون رو هنوز طراحی نکردیم، به جای لینک فعلا از شارت استفاده میکنیم و اضافه میکنیم. خب ببینم، خب گزینه دومی که ممکن خیلی ما بخوایم استفاده بکنیم منوی درباره ما هست. درباره ما و اینجا دومین منو رو ما اضافه کردیم. سومیش معمولا تماس با ما است. من این شارپ میذارم و افزودن رو میذارم. از این قسمت ممکنه فروشگاه ما باشه